الله متعال میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر، آشکارا شده فساد خرابی ها هم در خشکی هم در دریا. اشاره به ایسته که فساد در حد رسیده که نه بحر باقی مانده و نه خشکی باقی مانده. در خشکی خو انسان ها زندگی میکنه، در بحر چطور است؟ امروز کسایی که نعوذ بالله عیش پرست است و رفاه پرست است در عین بحرها قصرها را جور نکردن، محل و مراکز زنا را جور نکردن. شما در اروپا میبینه تمام بدبختی ها در لبای بحر میشه. قرآن اعلان میکنه که ظهر الفساد فی البر والبحر، خرابی ها در خشکی و در بحر رونما شده. چرا رونما شده؟ سببش کیست؟ پیدا الله کرده، اما سببش و انگیزش مخلوق است. بما کسبت اید الناس، به سبب ازی که دستای مردمی را کسب کمایی کرده. امروز به میتم تو جور کرده ای، بین تو جور کرده ای. امروز تمام بدبختی ها را برای انسانیت، کل سرمایه ای که کل مردم جهان سیراب میشد، کسی گرسنه و فقیر نمیماند، اما تو اسلحه خراب کننده و دمار مصرف کردی، وسیله هلاکت مردم آماده کردی. امروز چطور مسلمان باشه که دنیای غرب امریکا را بزرگترین مفسد نگوید، بزرگترین تروریسم نگوید؟ وسیله خرابی عالم کی پیدا کرد؟ کی جور کرده؟ کی استعمال میکنه؟ با مای کیمیایی که سبب فلج انسانیت میشه، سبب تعقیم انسانیت میشه، سبب هزارها امراض میشه و در هر منطقه پاشان میشه. توسط کیست؟ مبصر بی غیرت، که خودم تبصرناک میگیری، تحقیق کننده میگیری. تو باز میشینی در رادیو و تلویزیون حامی حقوق بشر. این بدبختا و این خرابکارا را تو ده حامی بشر و انسانیت میدانی. به الله قسم پیش الله رفتن استی. اگر جاهل استی، اگر الله برات عقل نداده، خو ما تو را دیوانه باید بگویم، احمق باید بگویم. اگر در غیر از او امروز در دنیا هرج مرج، بیبندوباری، بدبختی، کشتار و ظلم توسط کی پیدا شده؟ توسط کی؟ در دادن انسان ها را شما یاد دادی به مردم. امروز هرج مرجی که پیدا میشه توسط کیست؟ تعلیمات شماست. شما پخش کرده رایسته. جهان اعلام و خبر در پیش شماست، وسایل فیلم در پیش شماست. ملت ها را تباه کرده، اسلحه خراب کننده را ساخته. اما مسلمان دانی خود کارچی خود مسلمان هم میگه. و کسی که دفاع از خونی خود میکنه، از ناموس خود میکنه، از دین و مفکوری خود میکنه، او را تروریسم میگه، او را دهشتگرد میگه. اما او کسی که ریشه تمامی بدبختی هاست، خرابی هاست، نظام عدالت الله را نمیگذاره در سرزمین الله قائم شوه، او مردم ها را حامی بشر میپنداره. تو مسلمان گفته میشی، تو را به الله قسم حق باطل بگویی و باطلت بدیده دانسته حق بگویی، تو مسلمان باقی میمونی و کافر میشی. کدامش هستی؟ تو خود گل نزن، در تجاهل خود نپرتو، نکو با یک کلمه در جهنم میری، با یک سخنت به جهنم میری. امی پدید است، امی گپار، امی بدبختا برای ما ایجاد کرده، شبهات ایراد میکنه. 4 دانه جوانی ما که سالا در مسجد و در جمعه آمده، سالا بجز ازی که موسیقی در گوشش است، سیگرت در دهنش است، زنجیرک در دستش است، رای فساد در پیش گرفته، همچو سوالات هم مطرح میکنه. همچو سوالاتی که نعوذ بالله انتقاد سر نظام الله هست مطرح میکنه. مسلمانی واقعی مطرح نمیکنه. اویی که در جمعه و جماعت حاضرش، اویی که به قرآن و حدیث عقیده داره، نشسته، اویی به سوالا را مطرح نمیکنه. و کسایی میکنه که در عمر جمعه را نخوانده، در عمر مسجد ندیده، و این سوالا را مطرح میکنه. میگن که والا تقدیر تمام روز. شما ببینید در مکاتب سوالا از چی میشه؟ سوالایی که هیچ به ما فایده نداشته باشه، انواع سوالایی که هیچ ثمره نداره. امیر زمزمه کرده رایسته، مردم کل غرق دهی. پیدا کنیم که نکاح آدم علیه السلام با حوا کی بسته کرده، قبرش در کجاست، چقدر طول و عرض داشت، چند سال عمر تیر کرد، ما نداریم چی. پشتی ازی بگرد که لا اله الا الله چی مفهوم داره، محمد رسول الله چی مفهوم داره. مسئولیت تو چی است؟ تو که من حیث یک انسان در دنیا آمده ای، برای چی آمده ای؟ چی مسئولیت داری؟ مسلمان ها خو وظیفه خطیر و بزرگی خدا در پشت سر انداختن. تو را الله خلیفه پیدا کرده بود، حاکم کننده نظام الله در روی زمین. امروز زمین نظام الله کجا به باده هوا میره؟ دموکراسی جای بجایش میشه. کدام طرف میره؟ تو کدام مسئولیتی ادا کردی؟
بازم انتقاد سری تقدیر کرده رویستی. کل فساد از خودت پیدا شده، از دست خودت پیدا شده.